خداوند به خاطر یک زن 4 مرد فقط عذاب میکند. حضرت امام حفص کبیری بخاری میگه یکی پدرشم، یکی شوهرشم، یکی برادرشم، یکی فرزندشم. بنابراین بچه های خوشرو برای زناتان شما جوابگر هستید. امروز زنها سرسری لج میگردند، کرکی آستین کاسه میپوشد، پیشی برش لج در کوچه میگردد. شما برای و فقط جواب بدید. شما چگونه مرد هستی من نمیفهمم، اما من مرد هستم. اگر بگاد حالتی چیز همسر میبینم دنیا گشته میگیرد. من شما چطور مرد هستی من نمیفهمم که پیشی بریز زناتان تا بالای سینه لج در کوچه آدما تماشا میگن رشتان نمیگیرد. خداوند زن زیبا آفریده است، موی سرش زیبایی دارد، همش زیباست، لیکن برای شوهرش است. من به شما بچه های جوان تاکید میکنم، بچه های خوش زنگیر تاکید میکنم، خواه آینده فرزنداتان با آداب شود، با حیا شود، خواه که زنهاتان براتان وفادار و با آداب شود. دخترای با حیا و با عفت بزنی گیرید. دخترایی که سر لج میگردن، کرتی آستین کاسه میپوشن، اونها رو بزنی نگیرید. درا که باید نمیتونن برای فرزندی آینده شما مادر شدن. پدرای عزیز، بستن رویمال و پوشیدن بدن زن این فرض است. این حکم قطعی خدا هست، این فرمان خدا هست. کدام زنی که کدام دختری که اگر گوید که من رویمال نمیبندم این به زیبایی من خلل میرساند، من این قبول ندارم، این زن این دختر کافر است و این نمیشود نکاح کرد و این نمیشود فقط مرد جنازه کرد. درا که همه ملاها میدانند کسی یک فرض خدا را قبول نکند رد کند و کافر است. آخه این رویمال امر خدا هست. آخه دنیا در دست تو رکید نیست، آخه در دست تو ظالم نیست. چراغ ظلم ظالم تا دم محشر نمیسوزد، اگر سوزد شب سوزد، شب دیگر نمیسوزد. اون خدا بالای زور زور دارد، بالای زور زور دارد. امروز به این تکلی خدا چنان عذاب دیده، چنان در دست کسی گرفتار دیده که داد میگوی با ویلا میگوی خلاص میشه. شما فراموش نکن. این قدر هر بیشه گمان مبر که خواهی است، شاید که پلنگ خفته باشد. این دنیا را خالی نمیدارد، این دنیا خدا دارد، این دنیا خدا دارد. خدا میگه من ظلم حرام کردم ولی مظلوم از دوست میدارم. همین دعای آدمی بیچاره ناتوانی به کسی غریبی که در دست بعضی از فاشیست های گویا هم که فاشیست گویا غلط نمیکنه که زیر اما اگر قرار گرفته باشد هم تا درش دراز کنه و سوی خدا زاره کنه، خدا میگه بین همین مظلوم و بین من پرده نیست، دعاش قبول میکنه.